داشتن خانواده خیلی فراتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. به این معنی نیست که فقط نام خانوادگیمون رو به ارث ببریم یا مشخصات ظاهریمون رو به ارث ببریم. ما از خانواده هامون کلی ژن ارث میبریم. حتی اگه این ژن ها خیلی تاثیرگذار توی زندگیمون نباشن، خود اون افراد تا زمانی که زنده هستیم در وجود ما زنده میمونن. کتاب‌های جان فانته واقعاً و عمیقاً ما رو با این مسئله روبرو میکنه و ما رو به فکر فرو میبره که چقدر خانواده هامون، چقدر پدر و مادرمون توی زندگی ما تاثیر دارن. در مورد جان فانته همین رو بهتون بگم که چارلز بوکوفسکی میگه فانته خدای من بود. در واقع خوندن کتابای فانته یه چیزی رو به ما ثابت میکنه. ما حتی اگه از پدر مادرمون متنفر هم باشیم، توی عمق وجودمون عاشق و وابسته اونهاییم.